با یک لحظه خود رستم ایسویف میان دوستداران سرود و موسیقی شناخته گردید. این سرود مشهور شد. مخلص خودشو پیدا کرد. دو چشمات چشمایی برق و شرر بود. این آوازخوان دوره جوانی را فصل خوبی عمر انسانی میشمارد و به جوانان دعوت به عمل می‌آورد تا این ایام را با رفتاری نکوب پس سر نمایند. جوان بودی ولی فصل جوانی. اگرچه مدت‌های طولانی هواداران سرود و موسیقی رستم ایسویف را در صحنه‌های هنری کمتر می‌دیدند، ولی خود او به این عقیده راضی نیست. من دور نبودم، فقط کار میکردم، سرود نو ایجاد میکردم. رستم ایسویف از روز و نیازی خود در برنامه نوبتی هنر قصه خواهد کرد. شیرین گلر شیرین aylar bir gelip düşer ya da شام یکشنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. نمن ağla siyah boğular